5 تا راهکار واسه تویی که بعد از کاهش وزن پوست شل شده. چرا پوست ما شل میشه؟ دلیل اصلی اینه که پوست ما از کلاژن و الاستین ساخته شده که همین بهش خاصیت کشسانی میده. وقتی که وزن زیادی از دست میدیم، این فیبرها که مدت طولانی کشیده شده بودن نمیتونن سریع خودشون رو جمع بکنن، مخصوصا زمانی که کاهش وزنمون خیلی سریع باشه یا سنمون بالا رفته باشه. حالا بریم سراغ راهکاراش. ورزش‌های قدرتی. تقویت عضلات زیر پوست مثل ورزش با وزنه کمک میکنه که پوستتون بهتر فرم بگیره. هیدرات نگه داشتن بدن، آب کافی بنوشید، از کرم‌های مرطوب کننده که با ترکیبات هیالورونیک اسید استفاده کنید. اینها کمک میکنن که پوست خاصیت ارتجاعیشو بهتر حفظ کنه. تغذیه مناسب، غذای سرشار از پروتئین، ویتامین ای، سی و روی مصرف کنید. اینها برای تولید کلاژن ضروری هستن. صبور باشید، پوست برای بازسازی به زمان نیاز داره. اگر سنتون کم باشه یا کاهش وزنتون تدریجی باشه، احتمالاً نتیجه بهتری بگیرید. کسایی که شل شدگی شدیدی دارن کپشن رو بخونن. راستی مهشادی ام، تو پیجم نکات علمی میگم، دوست داشتین منو فالو کن.